شب 24 آگوست سال 2024 در مسابقه رو به سوی UFC در شهر لاس وگاس امریکا رزمنده تاجیک سمندر مرودوف که تو این نبرد 8 پیروزی در جیب داشت یگان باخت ندارد، رقیبش از امریکا جوناتان پریسما را که 9 پیروزی و 2 باخت دارد شکست داد. این پیروزی نومی سمندر با لقب شکست ناپذیر و باخت سوم پریسما بود. سامانه رسمی UFC معتبرترین لیگ جهانی جنگ‌های بدون قاعده یا MMA نوشت که سمندر مرودوف در این نبرد سنگین بر جوناتان پریسما با قرار یکدلانه داوران پیروز دانسته شد. با دست یافتن به پیروزی اینک دویمش در مسابقات رو به سوی UFC رکورد شکست ناپذیریش را حفظ کرد. این یک نبرد سنگین بین دو رزمنده بود که این رقابت را در مدت نسبتاً کوتاه بدون آمادگی کافی دایر کردند. در این جفت سمندر مرودوف نظر به رقیبش تأثیر بخشتر هنرنمایی کرد. نوشته از خدمات مطبوعات UFC نخستین پیروزی سمندر مرودوف در امریکا و پیروزی اینک دویمش در مسابقات رو به سوی UFC در عرفه جشن 25 سالگی این رزمنده جوان آینده‌دار تاجیک اتفاق افتاد. سمندر 28 آگوست سال 1999 در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده در مهاجرت در شهر تویر روسیه به وای رسیده است. البته این پیروزی هنوز به او امضای قرارداد را با UFC ضمانت نمیدهد، چون که سمندر مرودوف هنوز در ماه اکتبر سال 2022 یک نبرد را در مسابقه رو به سوی UFC در ابوظبی بریده بود، ولی با این لیگ قرارداد بسته نتوانست. در وقتهای آخر این لیگ از تقریبا 30 غالب مسابقه های رو به سوی UFC تنها با 10 نفر آنها قرارداد بسته است. و اما کارشناسان میگویند به فرق از 4 رزمنده دیگر از تاجیکستان که الکی با UFC قرارداد بستند، سمندر مرودوف شانس خوبتر در آینده رسیدن به مقام قهرمان یعنی چمپیون این لیگ معتبر دارد. سمندر مرودوف را اینک چند سال باز همچون رزمنده آینده UFC رقم میزنند، ولی تا کنون به او هیچ میسر نشد که ویزا به دست آورده به امریکا برود.